بچه ها جون، حالتون خوبه؟ دورا سلام کن به بچه ها. دورا سلام کن. بچه ها اومدن دورا. امروز میخوایم یک درس قشنگ و جدید رو شروع کنیم. اسم این کتاب چیه دورا؟ بخون. اول الف باست. بگو. آفرین. بچه ها نگاه کنین این کتاب اسمش هست اول الف باست. یک کتاب خیلی عالی که میخوایم امروز با دورا جون شروع کنیم. اسم نویسندش هم هست نورالدین زرینکلک. اول الف باست. به نام خدای مهربون. باش بذار باز کنیم بچه هم ببینن، تو هم ببین. باشه دوستات هم باید ببینن دیگه. خب بخونیم دور. حاضری؟ چه خروس قشنگی کشیده اینجا. بگو دورا بگو. اول آفتابه. اول آتش. آدم، آتش و آبه. آتش و آبه و آبه. به اول بلبله. بگو دورا. به اول بلبله. تو ورق بزن. باشه. به اول اینجوری بچه هم ببینن. به اول بلبله جاش رو درخت و گله. من میگم اول بلبله. بگو. بخون برای بچه ها دارن نگاه میکنن. اول بلبله جاش رو درخت و گله. درخت و گله. آفرین. اینم بلبل. بریم صفحه بعد. ورق بزن. ورق بزن. یه ورق بزن ببینم چیه صفحه بعد. آفرین داره. یک ورق بزن. آها اینجا. این. خب بریم اینجا. پ اول پروانه است. بگو دورا. پ اول پروانه است. پیله براش یه خانه است. صفحه بعد چی داری دورا؟ ت اول تمساهه. چشماش به رنگ ماهه. دورا بگو ت اول تمساهه. اول تمثال چشاش به رنگ ماهه. آفرین. سه اول ثریاست. 6 تا ستاره یک جاست. اینم 6 تا ستاره. 6 تا ستاره یک جاست. بشمار دور ستاره ها رو. 1 2 3 آفرین. 4 5 6. بریم صفحه بعد. آفرین دورا. خب ج اول جنگله. جای جغد تنبله. بگو. ج اول جنگله. دورا بخونه. آره جغده. بچه نیا کن که جغد خوشگلیه. جغد. بریم صفحه بعد. خب صفحه بعد ببینیم چیه. به چه اول 4 میاد. چلچله با بهار میاد. این چیه دورا؟ چلچله پرستو هم میگن. آره اومدن بهار رو خبر میده وقتی که عید نوروز میشه. خب هی بچه این هی حلزون بی زبون از صدفش اومد بیرون. آره دورا حلزون دیده بچه ها. خوشگل بوده. خ اول خروسه که مرغ براش عروسه. تور انداخته رو سرش خانم مرغه. بخون. خ اول خروسه. بگو. خ. دورا بخونه برای بچه ها. این چیه صفحه بعد؟ چیه صفحه بعد؟ یه چیز دیگه است. این نه دو تا زدی. اینو پاس کن. اینجا مونده. این مونده. خب این مونده مامان جون. دی اول دارکوبه. خوراکش کرم چوبه. بچه نگاه کنید دارکوبه داره کرمای چوبو میخوره. دیدی دورا؟ داره با این نوکش تک میزنه به تنه درخت کرما رو میخوره. دارکوب. بریم صفحه بعد. ورق بزن. آفرین دورا. مرسی. یه دونه. این. خب این چیه؟ ز اول ذرت. بخور همش قوت میگیری وقتی ذرت بخوری. خب صفحه بعد چیه اونجا؟ این کی؟ عکس چیه دورا؟ روباه. بچه ها روباه. حالا شعرشو بخونیم با دورا. اول روباهه که دست و پاش کوتاهه. دورا بخون. روباهه که دست و پاش
کوتاهه. کوتاهه. آفرین. بدلی ایگا. آره این چیه؟ ز سر زنبور میاد، وزوزش از دور میاد. بخون. ز سر زنبور میاد. بخون برای دوستات. سر زنبور میاد، وزوزش از دور میاد. زنبور چی میگه؟ آفرین. بریم صفحه بعد ببینیم چی دورا. چه قشنگ ورق میزنه. مواظب کتاب پاره نشه. آفرین. ژ اول ژاله میاد، بز با 2 بزغاله میاد. این دورایه؟ اینم بیبیشونه؟ آره نگاه کنین بزغاله بچه ها. این بزه، به بچه های بز میگن بزغاله. خب بریم بعدی صفحه بعد. صفحه بعد رو بیار. خب این چی دورا؟ اینو ببین چی بزرگه. نه اینو باید برای بچه ها بخونی. بگو سه اول سیمرغه که شاه هرچی مرغه. اینم سه سیمرغ مرغ افسانه‌ایه تو قصه ها زیاد ازش شنیدی. سیمرغ. آره خب این چیه؟ ش اول شغاله از گشنگی میناله. همش میگه گشنمه. بگو ش همه جوجه خورده. اینم شغال بچه ها. ش اول شغاله از گشنگی میناله. این چه دورا؟ آفرین صدف. درست گفتی. سه اول صدف شد، تنبک رفیق دف شد. اینم یه صدف زیبا. بریم صفحه بعد. صفحه بعد رو بیار دورا. ز اول ضعیفه، مگس خیلی کثیفه. ببره حمام کنه مگس رو. مامیش باید ببره اینو حمام کنه. آخیش تمیز میشه بعد. قربونت بشه. خب بگو ز اول ضعیفه. به بچه ها بگو مگس خیلی کثیفه. آره مامانش باید بشونی. خب ت اول توتیه، یه موش توی قوطیه. دورا نگاه کن 2 موشه رو در اومد از تو قوطی. بخون ت اول توتیه. دورا بخونه برای دوستات. بخون یه موش توی قوطیه. بگو یه موش توی قوطیه. چیه؟ ز اول ظرف میاد، دونه دونه برف میاد. اینم ظرف. ز اول ظرف میاد، دونه دونه برف میاد. داره برف دوست داری؟ اگه برف بیاد چی درست میکنی با برف؟ چی درست میکنی؟ آدم برفی؟ آفرین. خب این چیه؟ این اومده سر عقاب که پر زده تا آفتاب. اینم بچه ها عقابه. یه پرنده قوی، چشم چنگالای تیزی داره. خب دیدیش؟ بخونش. این صفحه رو بیاریم. صفحه آخر مونده دورا. ببینیم اینجا چی مونده. دیگه داره تموم میشه. این چیه؟ اینو ق سر اسم قازه که گردنش چیه دورا؟ آفرین. ق سر اسم قازه که گردنش درازه. ق صداش ق، اسمش قین. خب این چیه؟ ف سر اسم فیله، آجش جای سبیله. اینم فیل. دورا فیل به دوستان نشون بده. فیل چقدر بزرگه، گوشاشو ببین. خب این چیه دورا؟ ق. اردک نیست، این قویه، گردنش درازه. قویه. بگو ق میاد اول قو، خروسه. بگو قوقل قوقو. حالا دورا بخونه. بگو ق میاد اول قو. بر بچه ها بخون منتظرم. ق میاد اول قو، خروسه. بگو قوقل قوقو. آفرین. اینم قوی زیبا و گردن درازش چقدر خوشگله. به به. صفحه بعد چی داریم تو رو؟ که اول کلاقه که قوم و خویش زاقه. اینم کلاق. خب این چیه؟ چه حیوانی اسمشو بگو. این چیه؟
گرگ. گ سر اسم گرگه که دندوناش بزرگه. حالا دارا بخونه برای بچه ها. گ سر اسم گرگه. آره دندوناش خیلی بزرگه. نگاه کنیم بچه ها دندوناش چی بزرگه. گ مثل دندونای دورا کوچولو نیست، دندونای گرگه بزرگه. خب این چیه دورا؟ ل اول لک لکه، لنگ درازش تکه. لنگش یعنی پاش. نگاه کنیم چقدر پاش بلنده. ل اول لک لکه، لنگ درازش تکه. چقدر پاش بلنده دورا. خب بریم ببینیم صفحه بعد چیه دورا. اینجا چیه؟ رد بزنیم ببینیم این چیه. اینجا مونده یکی ها. خب این چیه؟ اسمشو بگو بلند به دوستان. مار. بچه مار. خب شعرشو بخونیم ببینیم شعرش چیه. سر اسم ماره. داره بگو. سر اسم ماره که دست و پا نداره. حالا داره بخونه برای بچه ها منتظرم. بگو سر اسم ماره. بخون برای دوستان. سر اسم ماره که دست و پا داره یا نداره دورا؟ مار دست و پا داره؟ نداره. بله. خب اول نهنگه که حوض برایش تنگه. بچه نگاه کنید نهنگو چقدر بزرگه. اول نهنگه که حوض برایش تنگه. نه. خب میگیم صداش نه، اسمش نون. خب این چیه؟ و اول وزق میاد. اول وق و ووق میاد. آره دست و پاشو ببین. اینم بچه ها وزق با و شروع میشه. وزق. دورو بگو وزق. وزق یکم شبیه قورباغه ولی با قورباغه فرق میکنه. خب ه اول هدهده، چتر سرش وا شده. اسم چیه بچه ها؟ نگاه کنید. هدهد. بگو هدهد دورا. ه اول هدهده، چتر سرش وا شده. چتر سرش باز شده. ه. خب ببینیم آخرش چی داره. یه ورق بزنه دورا کمک مامان جون بده. اینجا رو ببین. بگو یه یوز پلنگ زیبا. بگو یه یوز پلنگ زیبا، حرف ته الفبا. اینجا بچه الفبای ما تموم میشه. آره به بچه ها نشون بده دورا. یه یوز پلنگ زیبا، حرف ته الفبا. دیگه الفبامون با حرف یه تموم میشه. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ صفحه آخرش چی داره دورا؟ خب این کتاب به ما چی یاد داد؟ الفبا یادمون داد. به باغ وحشمون برد، حیوونا رو نشون داد، با شعر و با نقاشی تمامشون رو جون داد. صفحه بعد چی نوشته؟ آها ببینم. تموم شد. به یه دست قشنگ بچه با دورا برای نویسنده عزیزمون بزنیم که این شعر اول الفبا رو به ما یاد داد. بگی دست بزنیم. دورا دست بزن. مرسی. خیلی ممنون. حالا میخوام الفبا رو بخونیم با دورا. بخونیم. اینجا بشیم پیش مامان جون. خب اینو بگی دست بچه‌ها دارن. خب اینو بخونیم. الف ب پ ت س جیم چه ه خ دال زال ر ز ژ سین شین صاد ضاد تا ظا عین قین ف قاف کاف گاف لام میم نون واو هی. لام میم نون واو هی. لام میم نون واو هی. دورا بیا بچه ها بای بای کنیم. بودو بیا بچه ها خداحافظی کنیم. بچه ها منتظرن. بودو چی آوردی؟ بیا کتاب بذاریم توش. بیا بچه ها خداحافظی کن. خب به بچه ها چی میگی؟ بای بای کن با بچه ها. بگو بچه ها خداحافظ. دوستتون دارم. بای بای. بوس بفرست. بوس. خداحافظ.